سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و جای در نمانده اید. در آزادی آنلاین امروز درباره جنگ برای راه یافتن به هواپیما در فرودگاه ژوکوفسکی و هم عموما وضع آنها گپ میزنیم که به سبب قطع پروازها در فرودگاه‌های کشورهای گوناگون درماندند. ویدیویی که می‌بینید روز 24 مارس در فرودگاه ژوکوفسکی در مسکو به نوار گرفته شده است. در اینجا دو مسافر که ظاهراً از انتظاری دراز در فرودگاه خسته شدند با هم دعوا و کشمکش کردند. پلیس روسیه که اینجا حضور داشت مجبور شد یکی را با زور از محل دعوا بیرون برد. و سبب لغو پرواز هواپیماها به تاجیکستان از روز 20 مارس صدها نفر در فرودگاه‌های روسیه و دیگر کشورها درماندند. جنجال در این فرودگاه برای پرواز هواپیمای سامان ایر بود که روز 24 مارس صورت گرفت. صحبت در همه جا حالا اول درباره کرونا ویروس است و هم تاثیر آن به مسافران سرگردان در فرودگاه‌ها. ناصر ستاروف، یک کاربر فیسبوک، در صفحه ما در این باره نوشته است: این حال نه تنها در فرودگاه ونوکاوا بلکه در دیگر فرودگاه‌های کلانی روسیه دیده می شود. کنسولگری قرقیزستان توانست در 2 ساعت مسئله تشکیل هواپیما را حل کرده شهروندان خود را به وطن برگرداند، اما کارمندان کنسولگری ما 3 شبانه روز است یک هواپیما تشکیل کرده نمی توانند. واقعا از دبی هم به رادیو آزادی مراجعت کردند که در آنجا نیز شهروندان تاجیکستان درماندند و یکی از آنها عبدالسلام خواجه‌یف است که چنین گفت: چند تاجیک بودیم، 27 بلیت گرفته بودیم. حاضر کن نه مبلغ داریم نه جای زیست داریم. یک خانه به خانه هر تاجیکایی که این در دبی زندگی میکنن ما زندگی کردیم. همه ما سرسان ناظر کن نمیدونیم چه کار کنیم. سون نداریم، مبلغ نداریم که خرد زندگی کنیم اینجا. برمیگردیم به بحث ها سر مسافران درمانده در فرودگاه ها. سید عمر صاحب نظرов یکی از کاربران فیسبوک در صفحه ما گفته است: تنها احوال مسافران تاجیک چنین نیست. یک تاجیک نه، تمام بشریت امروز در چنین حال است. یک بار فرودگاه های دنیا را ببینید، 9000 شهروندی روسیه در اروپا و امریکا ماندند. صلاح‌الدین دانشجوی تاجیک از سنت پتربورگ به مهاجران توصیه می‌دهد که برنگردند، چون به نفع خودشان هم نیست و به نفع تاجیکستان. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت: همون افرادی که در شهر مسکو در ایرپورت ایستادند هر روز ویدیو کارا می‌پرسیدند و میگویند که ما را تاجیکستان صاحبی نمی‌کند و ما را به دولت ببرند. من هم دانشجو هستم در شهر سنت پتربورگ. این 3 سال میشود که من در همینجا ایستادم و 3 سال میشود که به وطن رفتم، به نزد پدر مادرم. من هم میخواهم نه که مانده همانها در همین روسیه بمانند تا زمانی که تنجی و آرامی نشود. بین آنها شاید باشد که نفرانی که به همین کسری ویروسی گرفتار باشد یا که به وطن رود و این کسری بعد چه میشود. شما هم نظر و اندیشه دارید، می توانید بفرستید ویدیو، صدا یا از هر راهی که می خواهید. شماره که می بینید برای شماست و واتساپ و وایبر و تلگرام و ایما دارد. خود را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.